اومدیم با بازی کلش آف کلنز. ببینیم که من این بازی رو خیلی وقت دارم بازی میکنم. براتون اومدم یک گیم پلی از اولش بذارم و بریم. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم حتما بزنید تا ویدیوهای بعدی که اومد خوب بدونید که اون ویدیوها اومدن. پس بریم تو بازی. دهکده جدید شما زندگی در اینجا عالی میشد اگر اوه این دیگر چیست؟ باز هم یک انسان ضعیف دیگر. اوه نه، گابلین ها. اینجا چیم رو بزنیم. گابلین ها دارن حمله میکنن و اگر این 3 تا لایک بخوره این ویدیو میریم برای زدن سوپرسل آیدی روی کلش آف کلنز. دو تا هم بفرستید، هم یکی هم بفرستید تمامه. حالا میخوایم زود تمام بشه 3 تاشون هم فرستادیم. کلش آف کلنز خیلی وقت معروف شده، بازی خوبیه، فکر کنم معروفه دیگه. بریم کارگر. بعد ازم بعد باید کلش آف کلنز این کارگر رو میبینیم 500 1000 1500 2000 اینجوری جمعهاش میرن به بالا. داره میگه که ما مخزنا رو بذاریم اینجا دیگه، جیم نمیدیم. اینجا میتونین اسپیشل اگه اکانتی داشتیم برین. بریم بذاریم. نمیخوام تایم ویدیو خیلی بره بالا، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. فقط موارد اولیه رو بگم که همینا رو میگه. ما باید زود تموم کنیم. بربر بزنیم، تیم بزنیم بره. بریم حمله، همینجا بریزیم بره. دفعه بعدی وارد سوپرسلش میکنم کلش آف کلنزا و بهتون نحوه اون رو میدم که باید یک جیمیل داشته باشه. اینجا باید اسممون رو بنویسیم. من مینویسم اسم همون کانالمون گیم. اینجا مینویسید چند سال داریم، باید بیشترین سال رو بزنید چون نمیتونیم به بعضی از کلن ها وارد بشین. در تاون من مثلا 99 زدم، الان خودم 16 سال دارم. نمیتونین به بعضی از کلن ها وارد بشین چون در تاون 2 یا 3 گله قبیله‌ای که اینجا میبینید اینجا باز میشه. حالا لولتون اومد، اینجا میتونید چالشه رو حل کنین و جوایز رو بگیرین. جوایزی که تا آخر میبینین چه جوایزی هست. 500 اکسیر، 500 پول. موفق باشید رئیس. اینجا میتونید بزنید که کارگر چیا خواسته ازتون که میتونه بکنه. باید اینجا رو دفعه بعدی باز کنیم. یکم سرور بزنیم، وسایل رو بذاریم زمین. اینم بدونین که وقتی که الان 2 تا چیز گذاشتم، اینم کارگرتونه که روی اون میزنم. وقتی اون صفر شد یعنی کارگراتون دارن کار میکنن. توپ رو میذاریم که وقتی نفرات دیگر و اینه که این بازی آنلاینه و فیلتر نیاز داریم. اگر فیلتر ندارین میتونین از مایکت گراه بوستر رو نصب کنید و با اون راحت وارد بازی بشید.
خیلی راحت و آسون میتونیم وارد بازی بشین. هیچ سختی نداره. روشن میکنیم مثل فیلتر کار میکنه و زودم بسته میشه. اون فقط برای بازی هست. من از یک رادار باید اونم به بگه بفرستیم. اگر لینکشو پیدا کردم میذارم تو دیسکریپشن. کامنت هم بنویسید آیا دوست داشتید این ویدیو رو یا نه. 100% زنگوله رو بزنید تا قسمت بعدی رو هم بتونید ببینید. یه اتک هم بریم بزنیم این 3 نفرم حل بشه. تایم ویدیو چقدر شد؟ والا یکی بیاد. رفتیم اینجا میاین اینجا پایینی رو میزنید و میرید جمع. با وسطی رو بزنید اینجا کاپ میده. اصل کارش کاپ هم میده. تا پول نداریم میگه جیم بدین. اینجا هم پول نداریم مجبوریم جیم بدیم. اینجا بزنیم لاگل یکم پول دست و بالمون رو بگیره. بزنیم زود. این 30 تا جام رو میبینین اینجا. این کاپه. از زمانی که کاپتون به 400 تا برسه به شما پولای اضافی یا مقام میده براتون. 100% این بازی رو نصب کنید از مایکد یا هر جایی که از بازار و اینا نصب کنید و بازی کنید. اگر هم قسمت بعد رو میخوان حتما در کامنت ها بگید و لایک ها رو بتره کنید. سابسکرایب هم یادتون نره. زدیم 3. قسمت بعدی هم گفتم که سوپرسل میذارم. چگونه؟ اول باید یک جیمیل داشته باشید و بقیه‌شو بعدا میگم براتون. این دیوارها رو بزنیم. 5 دیوار مونده. الان اینجا میتونیم چیدمان بسازیم ولی دیگه یکم تایم ویدیو خیلی زیاد میشه. قسمت بعدی نشونتون میدم که چطوری باید چیدمان بذارید. الان هم که لولمون کمه تا این حالمون ضعیفه نمیتونیم چیدمان رو نشون بدیم. اونا هم حل شد. اینجا میتونیم بزنیم مثلا مردگاه. اینجا میتونیم 30 نفر جا. و دوستان الان به آخر ویدیو رسیدیم. ممنونم که منو تماشا میکردین. متشکرم. لطفا لایک و کامنت از یادتون نره. زنگوله رو بزنید که از ویدیوها باخبر بشید. فعلا خداحافظ.